معتقدم ما چند تا هاشمی داریم. یک، هاشمی قبل از انقلاب. هاشمی قبل از انقلاب چهره روشنی است در مبارزه. هاشمی دوم، هاشمی بعد از انقلاب و هاشمی همراه امام به عنوان بازوی توانمند امام در سالهای اول انقلاب از تمام وجودشون مایه گذاشت. سه، هاشمی به علاوه کارگزاران. این هاشمی مورد تایید نیست. چهار، هاشمی رفسنجانی با فرزندانشون، فرزندانش را قدیس بدانه. این هاشمی هم ضربه به حیثیت خودش میزنه با این حمایت ها. هاشمی پنجم، هاشمی دوران ریاست جمهوری. نقاط قوت آقای هاشمی دوره ریاست جمهوری نقطه سازندگی است. نقطه ضعف این دوره روشن شدن استارت تهاجم فرهنگی. هاشمی رفسنجانی ششم، هاشمی رفسنجانی که کاندیدای ریاست جمهوری شد و اون فیلم تبلیغاتی هم من معتقدم تیر خلاص به حیثیت آقای هاشمی. این هاشمی رفسنجانی هفتم، هاشمی رفسنجانی بعد از جریان فتنه است. من چون بنای بر تقیه ندارم و حرفمو صریح میزنم، آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی صفرهایی بودند که عددشون آقای هاشمی. اگر این عدد از کنار اینها کنار میرفت، معتقدم به سرعت میشد این فتنه مقابله باهاش بشه. وقتی که بنده صدای وزوز این خرس مگس معرکه رو شنیدم، به یاد جملاتی از امام راهی افتادم که میفرمودن وقتی که دارن شتر رو نعل میکنن دیگه شپش لنگش رو هوا نمیکنه. یعنی میخوام بگم که اون زمان که تو نمیدونستی هاشمی رو با هی هلو مینویسن یا هی هوله، بنده رفیق گارد امام بودم، بعد تو اومدی واسه من هشتگ هاشمی درست میکنی. از که تا حالا کدو تنبل هم جز میوه ها شده. بله، یعنی میخوام بگم که آخه بابا گلابی، تو هم خودت یه سف بیشتر نیستی که اگه سید علی رو از کنارت بردارن جز یک شکم گنده هیچی نمیمونه. پس اون شکم تو بده اونور تا خود سید علی که طرف حساب ماست بیاد جلو. ما با تو حرف دیگه نداریم.